چرا اینجوری زور میزنی؟ یونجت کم زشته. فرهنگ و شعور داشته باش. فرهنگ و شعور خیلی مهمه. شعور داشته باش. چندش بازی در نیان، آبروریزی هم نکن. خب بعدش تموم شد. یعنی داری میگی مادر پدر بنده خدا، اون پدر مادر اینجوری تربیتت کردن، اون بنده خدا رو، آبروی اونا رو حداقل نبر. تو اراذل هستی. هری بابا یا چرا اراذل؟ تو که اراذلی چرا آبرو پدر مادرتو میبری؟ آشغال. سیکتیر ده. خاک تو سر آبرو ترکارم نبر. کثافت ایکبیری. هری خفهشو گم شو آشغال. تو گم میخوری آبروی ترکارم میبره. ترکا با این با کلاسی، با این با فرهنگ. بچه این نجات پرست ریسیس پیجشو رپورت کنید و به اینستاگرام شکایت کنید، پیجشو ازش بگیرید. یه آدم آشغال که فرهنگ نداره، داره هم به ترکا توهین میکنه، هم به پدر مادرش داره توهین میکنه. هری نگاه حرف زدنم بلد نیست. برو یکم درس بخون. چرا درس نمیخونی؟ چرا سواد نداری تو؟ برو به جای این بی‌تربیتیات و بی‌فرهنگی یکم فرهنگ و شعور یاد بگیر. زشته، بده، خجالت بکش. تناز از پسرات هادی و حسن چه خبر؟ پسرام هادی و حسن. من خودم زنم، از بچگی زن بودم. امثالی مثل توی آشغالی که به مردم توهین بی‌احترامی میکنن که مردم برن عمل تغییر جنسیت بدن یا برن دماغشون در پای. فهمیدید؟ امثالی مثل تو که در پای. بچه شناساییش کنید، تحویل پلیس فتا بدینش. اینو شناساییش کنید، تحویل پلیس فتا بدین، تحویل همون جمهوری اسلامی بدین که امثال مثل این آشغال رو جمع کنن توی اینستاگرامو. چطور قضایی رو میگیرن اینو نمیگیرن؟ چطور سرتبه رو بگیرن اینو نگیرن؟ این که آشغال میان جا. بکن. من این لایو رو سیو میکنم که دست جمهوری اسلامی بیفته، تو رو بگیره بندازه زندان که دیگه گو نخوری، فرهنگ سازی نکنی این کثافت کاریا رو. آبروی ایرانی‌ها رو بردی آشغال، تو گو میخوری این کارو میکنی. آقا نکنید، اینو پیداش کنید. ازش شکایت کنید و فالوش کنید. عکس و فیلم ازش بگیرید، اینو ضبط کنید که تحویل همون خود جمهوری اسلامی بده که تربیت و فرهنگ رو ببینه چجوری فرهنگ سازی کنه. اومده تو کانادا، رده کانادا توهین بی‌احترامی بی‌ادبی میکنی. آشغال. فرهنگ داشته باش. تو کشوری هم اگر زندگی میکنی، اگر هم آخوند هست، سعی کن تو تربیت داشته باشی. اگر اون آخوند تربیت نداره، گم شو برو. حالا آشغال. اگر شما تو کشوری هم زندگی میکنید، اگر اون دولت تربیت نداشت، اون جامعه تربیت نداشت، حداقل تو تربیت داشته باش. همینا آشغاله. همینا جامعه اینستاگرام رو به هم ریختن. همین آدم بی تربیت، بی شخصیت. اینو یادتون باشه، اینو داشته باشید. این یه بار لایو میذاره، قیافش نشون میده، بعد ازش عکس و فیلم بگیرید، ما اینو شناسایی کنیم، ازش شکایت بکنیم. آره، به همون جمهوری اسلامی هم همینا رو باید شکایت کنید. چرا که نکنید؟ جامعه رو به گوه کشیدن. امثال مثل اینا رو فالو داشته باشید. هر وقت تصویر دادن چون که مدرک ازشون جمع کنیم، مدرک از اینا جمع کنیم، چون که فقط تو لایو من این کارو نمیکنه. اینو فالو داشته باشید، جاهای دیگه میره این کارا رو میکنه. ببینید چه جاهای دیگه میره این کارا رو میکنه. ببینید توی ایران کسایی هم که لایو این میره یه کارایی میکنه. همین که اینو دیدید ازش همینجور اسکرین شات جمع کنید، پروندهش زیاد بشه، بعد برید ازش شکایت کنید. من فقط مشکل من نیستم، به خود شماها میان همینا. همین آقا به شماها میان فوش میدن، به پدر مادرای شما فوش میدن. مثل یه کسی که اعدامش میکنن، یه کسی که اعدام میکنن، فردا نوبت تو اعدام بشی، پس فردا نوبت اونه. همین آقا که میاد تو لایو به من میگوزه و میگه به من توهین بی‌احترامی میکنه به جنسیتم، مثلا به من تهمت میزنه، میگه تو زن بچه داشتی، 2 تا بچه داشتی. اینا تهمته. داره به من دروغ میگه. مثلا میخواد منو عصبانی کنه یا اگه ناراحتم کنه که تو زن نیستی، تو مردی. نه، بنده نه تو زندگیم زن داشتم، نه تو زندگیم با زن سکس داشتم. من هیچ وقت تو زندگیم با هیچ زنی سکس نداشتم. هیچ وقتم تو زندگیم بچه نداشتم. هیچ وقتم گواهینامه راهنمایی رانندگی نداشتم. من هیچ وقت رانندگی بلد نبودم
و رانندگی میترسم و گواهینامه نداشتم و همینجور از هواپیما ماشین اینا بدم میاد حالت هوا بندازه. دو، هیچ وقتم با هیچ زنی نخوابیدم، هیچ وقتم زن نداشتم، هیچ وقتم بچه نداشتم، ولی همه دوستای من زن داشتن، بچه داشتن، ولی تغییر جنسیت هم دادن. همه رو میشناسم، خیلی زن داشتن، بچه هم داشتن، الان هم دارن زندگیشونو میکنن، تغییر جنسیت هم دادن. ولی بنده نه، من بدبخت، من بیگناه که اینا همه به من تهمت میزنن و توهین میکنن و بی‌احترامی میکنن، به خاطر اینکه من یک انسان پر انرژی هستم، به خاطر اینکه من یک انسان شاد هستم، به خاطر اینکه من تو کانادا ونکوور زندگی میکنم، به خاطر اینکه من یک انسانی هستم انسانها رو دوست دارم، زندگی رو دوست دارم. اینا میان انرژی منفی میخوام بدن، به من تهمت بزنن، به من توهین کنن که چی انرژی من ازم بگیرن. ولی هیچ وقت شماها نمیتونید انرژی مثبت منو بگیرید، چون که همین مردم عاشق منم و دوستم دارم و طرفدارم و حمایت هم میکنن. اینو یادتون باشه. همین آشغالا مثل همین آشغالا خطرناکن برای لایف های شما، برای خانواده های شما. تمومش کنیم بره. خب حالا یه انسان دیگر رو بیارم بالا. شما تشریف بیار بالا خانم سوزان. خانم سوزان خیلی خوش اومدی تو لایو بنده. خیلی ممنون بابت قلب های خوشیتون آقای احمد، آقای ایلنا، خیلی ممنون. تنا جان، سبا جان خیلی ممنون عزیزم. سبا نه، همه منو میشناسن، همه میدونن من تو زندگیم نه زن داشتم، نه بچه داشتم، نه ماشین راهنمایی رانندگی داشتم، هیچ کدوم. اینا همین تهمتایی که این آدمای بی سر و پا، یه مش آدم بی سر و پا هستن، هم آبروی ملیت رو میبرن، هم آبروی کشور رو میبرن، هم آبروی پدر مادرهاشون رو میبرن. یه مش آدم بی سر و پا. ببخشید عذر میخوام، هم از تو کانادا داره، تو آمریکا، تو اروپا، همه جام هستن. فکر نکنید فقط از توی ایرانن، نه، فقط از توی ایران نیست، از همه جا هستن این بی سر و پاها، بدبختای بیچاره عقده‌ای، همه جا هستن. اینو یادتون باشه همیشه. حرفای من طناز مهربان، کانادا ونکوورم هستم. من ونکوور زندگی میکنم، کانادا زندگی میکنم، تورنتو نیستم، مونترال نیستم، آمریکا هم زندگی نمیکنم، ترکیه هم زندگی نمیکنم. من کانادا ونکوور زندگی میکنم. دوستان عزیزم، خوشگلای من، قربون شکل ماهتون برم من. اینا مرسی بابت قلب های خوشگلتون، فداتون بشم. شماها لطف دارید، شماها مهربونید، شما، من عاشق شما هستم. شما بهترین انسان های روزگارید، خوشگلای من. مرسی 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 عزیزان دلم، مرسی مرسی، خیلی ممنون، واقعا عاشقتونم. من شما مردم رو خیلی دوست دارم، ولی این انسانهای کثیف، این انسانهای آشغال باعث میشن شما رو ناراحت کنن، ما رو ناراحت کنن و مزاحم بشن. این اشخاص رو همیشه فالو کنید، شناسایی کنید، اینا رو شناسایی کنید، هیچ اشکالی نداره. شناساییش کن، ببین این کیه، چرا باید بیاد توی لایو کانادا ونکوور تناز مهربان، بیاد این بی ادبیات مثلا میخواد فرهنگ ایران رو خراب کنن. امثال مثل این آقا دارن فرهنگ ایران رو خراب میکنن. فقط تو لایو من نمیاد، میره تو لایو اون آمریکایی، میره تو لایو اون اروپایی، میره تو لایو ترکای ترکیه، میره تو لایو لورای لرستان، تو لایو فارس ها، تو لایو تمام لهجه ها، اینا میره این کارا میکنه. خواهی این آقا رو پس باید بگیرین، تربیتش کنید که شعور و تربیت و فرهنگ داشته باشه. ولش هم نکنید، پیداش کنید و ازش هم شکایت، چون که توی ایرانه، راحت میتونید پدرش رو در بیارید، چون که ایران مقررات خودشو داره، قشنگ هم میتونید دهنش رو سرویس کنید. آره بهتون بگم، همون پلیس فتا 100 تا پیج داره پلیس فتا تو اینستاگرام، از قیافش عکس بگیرید، از پیجش عکس بگیرید، بفرستید ویدیو فیلم بگیرید، واسه پلیس فتا بفرستید. کاری نداره که این چه گویی داره میخوره، چه غلطی میکنه، فرهنگ ایران رو داره خراب میکنه، آبروی ترک‌ها رو داره میبره. من 1001 دوست ترک دارم، با فرهنگم، با ادبم، با شخصیتم، با کلاسم. چرا باید این بیاد آبروی ترک‌ها رو ببره؟ چرا؟ ساناز خانم بفرمایید بالا. خب شما فکر کنم اینترنتتون خوب نیست. نه، با دقیقا اینا باید شکایت ازشون بشه. حالا پلیس فتا نه، حفاظت اطلاعات ایران، اونا وظیفه‌شونه، وظیفه‌شونه به این چیزا رسیدگی کنن. چطور فوش میدیم و فعالیت سیاسی میکنیم،
چطور پرونده واسمون درست میشه ولی این کثافت رو میان گم میکنن پرونده واسه اینا درست نشه؟ همه اگر امنیت باید لحاظ همه چی باید امنیت باشه. اون چون که تو ایرانه باید گوش تو ایران بخوره. آره من یکی که یه آدمی هستم کسی واسم پاری کنه ازش شکایت میکنم. خب اینا همشون هم از پلیس فتا میترسن. همه این کسانی که تو لایو هستن همشون از پلیس فتا میترسن چون که پلیس فتا میتونه پیجش رو ازش بگیره. اینجوری بهت بگم. فرق نمیکنه. فقط این آقا نه، هر کسی تو لایوم توهین بی احترامی کار زشت بکنه تحویلش میدم. سلام عزیزم. سلام خوبین؟ بذارم گوشی رو تمیز کنم. سلام. سلام تناز خانم، حالتون چطوره؟ بچه کجایی؟ صدا من داری؟ سلام خوبی؟ بله صداتون رو دارم بفرمایید. مرسی دورت. چه خبره؟ خوبی تناز جان؟ عزیزم من تا حالا خب بیشتر از 6-7 بار نمیدونم. قربونت برم مرسی. من ایران هستم خب تا حالا بیشتر از 6-7 بار توی لایوت اومدم بالا، منو آوردی بالا. حالا احتمالا منو شناختی. یه سری فقط خیلی اعصابت خورد بود، معمولا صبح میذاشتی لایو خب. یه روز اعصابت خیلی خورد بود، ناراحت بودی. من گفت دندونت درد میکرد که رفته بودی دندون پزشکی، بعد خیلی ناراحت بودی از دکترای اینجا. بعد گفتم تناز یه چند تا طنز بگم که بخندی، یهو ناراحت شدی و ما رو انداختی پایین. خیلی اعصابت خورد بود. همین این آخرین خبری که دارم. صداتون ندارم. صداتون نمیاد. اینترنتش به درد نمیخورد و بره یه اینترنت قوی بخره. نفر بعدی بیاد بالا. نفر بعدی Hello my friend India. Very welcome. Hello. بچه پیجم رو فول لایک فول کامنت کنین، شیر کنین برای دوستاتون، پیجم رو استوری کنین و دنس های جدید، رقص های جدید رو قرار اجرا کنم براتون، شادتون کنم. بیش از حد 20 ساعت در روز من شما رو شاد میکنم عزیزم، تو فکر نباشید. زهرا خانم تشریف بیار بالا. کرونا جدیدتون هم مبارک باشه. به من چه ربطی داره کرونا اومده؟ من اینجا جای کرونا، اینجا جای اشغاله. اینجا جای کرونا نیست، برو جای دیگه. اینجا مگه من دکترم اومدی میگی کرونا؟ من یه دنسرم. I am artist dancer. تناز مهربان، کانادا، ونکوور. من نه دکترم نه سیاستمدار. پس برو تو لایو سیاستمدارا و دکترا حرف بزن. سلام علیکم. سلام باستی. مرسی. شما من از کرمان.
کرمان، شهر کرمان. به بچه شهر خوبی. کرمان چه برجای مرسی ممنون. پلاستیکی یا نه راستکیه؟ چشاتون قشنگ میبینم. شما کدوم شهرین؟ ما کانادا، تناز مهربان، کانادا ونکوور هستم. به به. اونجا که یه قابل مقایسه نیست با این ور. خوش به حالت. تناز مهربان، کانادا ونکوور هستم. شناختی یا نشناختی؟ بله. یا من دیگه الان گفتین شناختیم. یعنی قبلا من نمیشناختی تناز مهربان کانادا ونکوور رو؟ چه خبره دیگه اونجا الان؟ هوا چطوره؟ شناختی تلویزیون جمهوری اسلامی این همه منو نشون میدادن، یادتون رفته تناز مهربان کانادا ونکوور تلویزیون؟ من زیاد علاقه به تلویزیون ندارم، نگاه نمی‌کنم، نمیدونم. منو نشون میدادن که ما بارها تلویزیون ها همه شبکه ها تناز مهربان کانادا ونکوور همیشه نشون میده ویدیوهاشو خودشو. من تنها کسیم تو کل زمین نفر رو میزنم. آو به به. یه دونه باشه تناز واسه نمونه. تناز جان خیلی خوشحال شدم دیدمت. خورما میخوری یا بخورم؟ قربان شما. اینجا خورما زیاد داریم. از بم و اینا صادر میکنن دیگه به سمت شما. ولی این خورماهایی که ما میخوریم همه مال مکزیک و آمریکاه، مال بم نیستش، مال ایران نیست. حالا بعد اینور ببینیم این قسمت صادرات خورما دست کیه. به ما بگیم خلاصه جای قسمت وقتبارم یه پوششی بدم. شما ما الان کسی رو داشته باشیم بفرستین اونجا میتونین قیمت بگین من نمونه برات بفرستم؟ خدا نمونه ای عزیزم. نمونه کی بودیدم عشقی. حالا من دایرکت برات میزنم اگه خواستین یه همکاری با هم داشته باشیم. اصلا کارت دارم به طور کلی. بیا دایرکت بیا. خدا حتما. قربان شما یا علی. یا خود چطوری؟ چه خبره؟ کانادا ونکوور هست. تناز مهربان کانادا ونکوور هستم. خوبین؟ خوبه، سلامتین؟ تناز مهربان کانادا ونکوور هستم. شما خودتون معرفی کنید. علیرضا هستم، یک سرباز از شیراز. از شیراز عزیزم. تناز داری خورما میخوری؟ خورما، نون و پنیر، حلوا شکری، همه چی. خوش به حالت. ما غذا سربازی هم میخوایی نشونت بدم؟ تناز شمسه دستش اینجا، ما نمیدونیم این سالم یا سالم نیست. حالا به نظر ما بخوریم نخوریم چجوریه؟ اون چی بود؟ غذا چی بود؟ کنسل مرغ. چیه مرغ؟ کون مرغ؟ نه شمسل. کجای مرغه؟ از آسمان گوشه مرغ. خب دوستان عزیز، شما خوشگل ببینید این ماسکی که زدم به صورتم ماسک عسل با زردی تخم مرغ قاطی میکنم. بعد هر روزی یه بار میزنم تا 1 ماه. پوست رو جوون میکنه، به پوست رسیدگی میکنه.